دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هنوز ماه فوریه سال 2024 بلال قربانعلیف عضو حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را به 10 سال زندان محکوم کرده است. یک مسئول دادگاه نویه اسماعیل سامانی روز 11 اپریل سال 2024 به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت بلال قربانعلیف به تشکیل فعالیت اتحاد جنایی گناهکار دانسته شد. طبق ماده 307 علاوه 3 10 سال زندان این جزای حد اکثر است. معلوم نیست که آیا خود بلال قربانعلیف این اتهام را تا کجا پذیرفته است و در مرافعه دادگاهی چه گفته است. این هم معلوم نیست که آیا او وکیل دفاع داشت و یا چون در اکثر دیگر پرونده های ضد فعالان مخالفین کار بلال قربانعلیف را نیز به ادوکات دولتی سپرده بودند. نظر نزدیکان بلال قربانعلیف نیز دسترس نیست، ولی گروه 24 حکم زندان این عضو فعال این حرکت را سیاسی نامیده محکوم کردند. حسین اشوروف که بعد در صحنه دوم مارس سال جاری در استانبول ترکیه غیب زدن رهبر حرکت سهراب ظفر اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 شده است، حکم دادگاه را نسبت به بلال قربانعلیف غیر قانونی خواند. او میگوید دادگاه ها در تاجیکستان مستقل نیستند و به نفع خانواده امام علی رحمان کار میکنند. قربانعلیف را برای داشتن عقیده سیاسیش زندانی کردند. هدف حکم خاموش کردن صدای آزادیخواهان و ترس دادن قشر جوان کشور است. از حکومت تاجیکستان هیچ انتظاری نداریم، اما از حکومت‌های اروپایی می‌خواهیم فعالان سیاسی را که جانشان در خطر است از کشورهایشان نباید اخراج کنند. ایراد حسین اشوروف به مقامات آلمان است که 24 نوامبر سال 2023 با وجود هشدارهای زیاد مخالفین تاجیک و حامیان حقوق بلال قربانعلیف را به تاجیکستان اخراج کردند. قربانعلیف یکی از آنهایی بود که در پایان ماه سپتامبر در حمله با تخم به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر برلین اشتراک داشت و همسفانش از آن در تشویش بودند که او در تاجیکستان به صورت ناگزیر به خطر عذاب و شکنجه و حکم طولانی زندان دچار می شود. بلال قربانعلیف بعد عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از سابقه‌داران حزب نیز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اول سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد، اینک دومین نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان است که از آلمان اخراج و در تاجیکستان محکوم به زندان شد.